خبر خوب واسه همتون، تو این ویدیو میریم سراغ کامبوی فصل جدید همستر و قیمت توکن همستر که هر 1000 توکنمون چند دلار میشه. پس تا آخر ویدیو با من همراه بشین. قبلش بچه لایک ویدیو فراموشتون نشه، کانال منو ساب کنید و زنگوله رو هم فعال بذارید. بریم سراغ آموزش. خب بچه‌ها خیلیاتون پرسیده بودین که کامبوی فصل جدید همستر آیا این سه تا کارت؟ نه بچه‌ها، بهتون بگم بچه‌ها هنوز فصل جدید یعنی فصل دوم همستر آغاز نشده. ما وسط دو فصلیم، یعنی فصل اول و فصل دوم. ما وسط این دو تا فصل قرار گرفتیم. بعد الماس جمع آوری کنید و بهتون بگم که بچه‌ها این الماسا رو چجوری جمع آوری کنید و از کجا میشه جمع آوری کنید که اینا رو بهتون گفتم از بخش پلیگراوند این بازی‌ها و از بخش این قسمت ماین گیمش بچه‌ها که میتونید از اینجا هم الماس جمع آوری کنید و از بخش کارتا. و تو بخش کارتا هم بهتون بگم بچه‌ها که حالا کامبو تا فعلا نیومده، بازم میگم تو بخش پلیگراوند میایم. این قسمت پلیگراوند اومدین که خیلی پرسیده بودن جای کارتا کجا رفته، اینجاست بچه، بخش ماین کارت. ماین کارت اومدیم بچه، این کارتا رو هر روز بخرین، این کارتا رو بخرین که رایگان این کارته. بیاین اینا رو لول آپ کنید. خب الان لولش من دارم میبرم بالا که پروفیت خوبی میده و این یکی هم که کارت رایگانه بچه، این راحت اصلا هیچ چیز ازتون نمیگیره. اینو هر روز بخرین که 0.6 پروفیت میده. این کارتا رو هر روز بچه آپدیت کنین، یعنی لولشون رو ببرین بالا که بهتون پروفیت خوب بده و موقعی که شما نیستین الماس براتون تولید کنه. خب این از این بخش. بچه‌ها کامبوی همستر کی میاد؟ کامبوی همستر به محض اینکه بیاد، گفتم فصل جدید هنوز شروع نشده، به محض اینکه بیاد من براتون اولین نفر براتون کامبو رو میذارم و قبل اومدنش هم بهتون میگم. پس کانال منو ساب کنید، زنگوله رو فعال بذارین که به محض اینکه اومد بهتون خبررسانی کنم. و میریم سراغ قیمت توکن همستر که هر 1000 توکنمون چند دلار میشه و کلا توکنامون چقدر ارزش داره. خب قیمت همستر تو بهترین شرایط، یعنی اگه مثلا قیمت بالایی بگیره، یعنی تو بهترین شرایط دارم میگم، یعنی بیشترین قیمتی که بگیره مثلا هر 1/10 دیگه، حالا 1/10 دلار قیمتش میشه. خب که اگه ما 5000 توکن همستر داشته باشیم، یعنی اگه کاربرایی که حالا 5000 توکن همستر دارن قیمتش چقدر میشه؟ خب قیمتش میشه بچه‌ها 5000 توکن اگه داشته باشیم میشه چقدر؟ میشه 500 دلار. خب میشه چقدر؟ میشه 500 دلار. خب اگه 1/10 قیمت توکن همستر قیمت بگیره، یعنی 1/10 هم که دیگه بالاترین قیمت همستره. و اگه بچه تو بدترین شرایط، یعنی پایین ترین قیمت رو بگیره که 1 سنت میشه، اگه پایین ترین قیمت رو بگیره که به کسایی که حالا 5000 توکن دارن چقدر میرسه توکنشون؟ که تو بالاترین، یعنی تو بهترین شرایط 500 دلار میشد براشون میرسید، ولی تو بدترین شرایط که قیمت پایین بگیره فقط 50 دلار براشون میرسه که دیگه خیلی فرقش زیاده. و بازم میگم بچه نظر به همین قیمت توکن‌های همستر توضیح میشه. بازم میگم این من فقط دارم بهتون توضیح میدم که این قیمت ها شاید بیاد، احتمالیه، این 100% نیست و قیمت 100% مشخص نیست که حالا بعضی از اشخاص میان ویدیو درست میکنن که قیمت همستر اینه. بچه گول نخورین، قیمت همستر هنوز تایید نشده، اصلا هیچ چیز 100% نیست. و گفتم یه چیزی بین 500 دلار و 50 دلاره، یعنی اگه تو بهترین شرایط اگه بسنجیم، یعنی بیشترین قیمتی که حد ممکن آخرش باشه 500 دلار میرسه اگه کسی که 5000 توکن داشته باشه، و اگه تو بدترین شرایط بسنجیم 50 دلاره. ولی من میگم یه چیزی بین این دوتاست، یعنی 50 دلار و 500 دلار. حالا شاید به بعضیا به بیشتری از پلیرها تا 150 دلار یا تا حالا منطقی تر بسنجیم تا 100 دلار برسه، یا حالا 80 یا 90 دلار. خب بچه اینم بود از قیمت توکن همستر که بهتون توضیح دادم. اگه سوالی دارین، مشکلی دارین، تو بخش کامنت ها ازم بپرسین. کانال تلگرامم هم جوین بشین. بچه حمایت این ویدیو فراموشتون نشه، کانال منو ساب کنید که ویدیوهای بعدی تو راهه بچه.